اگر از درد مفاصل و یا خشکی اون رنج میبرید، لطف کنید این ویدیوی مهم رو به همه آشناتون بفرستین تا بدین ترتیب مصرف مسکن‌های مضر کاهش پیدا کنه و حس خوب دوباره به همه عزیزان برگرده. یه مفصل آرتروزی از خودش TNF آلفا و اینترلوکین 1 بتا رو که مولکول‌های التهابی هستن ترشح میکنه. برای همین سبب تخریب مفصل و خشکی و درد اون میشه. مصرف روزانه ویتامین B3 یا نیاسینامید خونرسانی به مفصل رو زیاد میکنه، مانع از ترشح مولکول‌های التهابی از سلول‌های مفصل و تخریب بیشتر اونها میشه. همچنین در تولید کلاژن و قضیوف‌سازی برای ترمیم مفاصل به طور غیر مستقیم عمل میکنه که آروم آروم سبب کاهش درد و از بین بردن خشکی مفاصل میشه. ولی نکته مهم در مصرف این ویتامین مقدار اونه که باید بین 100 تا 150 میلی گرم 3 بار در روز و تا 6 بار در طول روز هم توصیه میشه اگر آرتروز شدید داریم.